دوستان سلام، وقت شما بخیر. میخوایم تایم ایسوزوی 3 تن ایسوزوی 5 تن 200 از سر دنده تایم بهتون نشون بدم وقتی موتور بازه. تایمش کاملا ساده و مشخص، حروف انگلیسی داره. حروف انگلیسی وی برای پمپ انژکتوره، باید تو وی دنده هرزگرد تو هم باشن و دو تا دنده هرزگرد اینجا داریم. حروف زد داره، زد تو زد باید باشه، باید تو هم باشن. بعد الان این تایم ایکس برای دنده سرمیلنگه، دنده سرمیلنگ باید تو ایکس دنده هرزگرد باشه و وای هم برای میل سوپاپه. وای تو وای، ایکس تو ایکس، زد تو زد، وی تو وی. این تایم ایسوزوی 3 تن و 5 تن 200. حالا من به شما میگم که موتور زمانی که بسته است میخواین پمپ انژکتور رو در بیارین چجوری تایم بگیرین، و اینکه یه موقع مثلا پمپ انژکتور رو جا زدین و موتور روشن نشد، میخواین ببینین تایمش درسته یا نه. اونم بهتون میگم الان در ادامه ویدیو بهتون میگم. خب ببینید دوستان، اینجا ما موتور رو مونتاژ کردیم. بعد اینجا من الان تایم رو بهتون نشون میدم. اینجا یه وی بود داخل حروف سر نشون بود. این حروف وی برای پمپ انژکتوره، باید سر این نشون دقیقا قرار بگیره. بعد پیستون هم تو این حالت زمان پاشش سوخت قرار میگیره. اینجا برای تایم پمپ انژکتور زمانی که میخواین در بیارین فقط نقطه وی رو روی همون نشون میذارین، دیگه هیچ کار دیگه ای نداره که بخواد مثلا جای دیگه ای تایم بگیرین یا چیزی. فقط موتور میچرخونین، وی میاد روی نشون، همین. بعد اینجا هم زمانی که پمپو جا زدین ماشین روشن نمیشه. میخوایم ببینین آیا شما پمپو جا زدین، تایمو درست گرفتین یا نه. دنده تایمو میچرخونین، سرش یه نقطه صفر داره. صفر باید روی نشون باشه، همین فلشی که داره. صفر رو دقیق میاریم روی فلش. اینجا موتور کاملا پیستون نقطه مرگ بالا قرار میگیره. بعد اگه دقت کنید تن سینی جلو یه نشون ریز داره که خط اول فولی سرمیلنگ باید نیم سانت تقریبا از نشون سینی جلو پایین تر باشه. اگر شما میخواید ببینید این تایم درست یا نه باید تو این حالت باشه. در غیر این صورت اگه تایم درست نباشه، اینجا رو میزان میکنید، صفر رو توی نشون میزان میکنید. بعد میبینید که نشون فولی سرمیلنگ سر این نشون سینی جلو یا جلوتر از سینی جلو. متوجه شدید؟ همینی که میبینید غیر از این باشه تایم اشتباهه. اگر صفر تو نشون باشه و فلش فولی سرمیلنگ میزان نباشه، یعنی پیستون تو مرگ بالا قرار نمیگیره. الان کاملا پیستون مرگ بالا.